در روزهای تجلیل از جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت و سهم صاحبکار وطنی در کوچه سامانیان بینای خوشطرح و زیبای 11 آشیانه مورد بهره برداری قرار داده شد. بینای مذکور با استفاده از مسائل ساختمانی وطنی بنیاد گردیده در کارهای ساختمانی انشاءات 30 نفر ساکنین محلی سهم گذاشتند. با مورد استفاده قرار دادن بینای 11 آشیانه در کوچه سامانیان 77 عائله با منزل زیست تامین گردیدند. مورد بهره برداری قرار دادن بینای نوی 5 آشیانه در کوچه خراسان را در روزهای استقبال از جشن استقلالیت دولتی همچون ارمغان دانه جشنی میتوان عنوان کرد. کارهای ساختمانی بینای بسیار قبطه ماه نوامبر سال 2021 آغاز گردیده در بنیاد آن 20 نفر ساکنان محلی سهم ارزنده گذاشتند. در قبط یکم انشاءات نو زمانوی مرکز نوی خدمترسانی و کتابخانه جایگیر گردیده است که ساکنان از آن خوب استفاده میبرند. مرکز شهر وحدت با بنیاد سلسله انشاءات معاصر و زمانوی روز تا روز زیبا و دیدنی میگردد. تحفه دیگری جشنی ساکنان کوچه 20 سالگی استقلالیت هم بنیاد و مورد استفاده قرار دادن بینای بسیار قبطه از جهت ساخت معاصر می باشد. در قبط یکم انشاءات مذکور در این روز مرکز سودای یاور به فعالیت آغاز نمود که در آن 4 نفر ساکن دیار با کار دائمی تامین گردیدند. اقدام‌های سازندگی در شهر وحدت ادامه یافته در روزهای تنتنه‌های جشن استقلالیت دولتی در مجموع 10 انشاءات نوی گوناگون ساحه مورد بهره برداری قرار داده شد. پس از مورد استفاده قرار دادن انشاءات جشنی با شرکت ساکنان و سابقه‌داران، فعالان و کارمندان کسب و کار گوناگون شهر وحدت با افتخار از جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی چهاربینی فرهنگی خوب و خاطرمان برگزار گردید. راهبریت شهر ضمن شادباشی ابراز داشتند که دوران استقلالیت برای ما امکان واقعی فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبعد کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. استقلالیت برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولتسازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه و سازندگی، عزم و تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. استقلالیت برای ما نشان برجسته پایداری دولت، بقای سیمای ملت، رمز اصالت و هویت، مظهر ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین المللی و شرف و اعتباری به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان می باشد. تمام ساکنان کشور آزاد و آباد ما امروز افتخار دارند که 31 سال قبل از این نخستین خشت‌های پایدار استقلالیت واقعی و دولتداری ملی خود را نهاده از شرافت مستقلیت صاحب رمزهای دولتی، پرچم، نشان و سرود نوی ملی گردیدیم. از روز سرور دولت انتخاب گردیدن فرزند برومند ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در تمام بخش‌های حاکمیت، اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، رکن‌های تازه اداره کنی دولت، معیارهای تنظیم کننده حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رایج گردید. ما یکی از رکن‌های اساسی دولتداری مستقل، ارتش ملی و نیروهای سرحدی را تأسیس داده، حفظ مرز و بوم وطن را تحت نظارت دائمی گرفتیم. ساکنان شهر وحدت هم در قطار دیگر شهر و ناحیه‌ها امروز شکرانه از ثبات مملکت و استقلالیت دولتی نموده بهره نایل گردیدن به دستاوردهای ارزنده استوارانه قدم می‌گذارند. ساکنان این دیار زیبا منظر در برابر مهنت پیوسته و آبادکارانه مقصد دارند که 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای ارزنده و تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری استقبال نمایند. در چاره‌بینی به یک زمره فعالان و کارمندان کسب و کار گوناگون شهر برای مهنت صافدلانه و پرشرف از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپاریده شد. برنامه رنگین تهیه نموده کارمندان قصد فرهنگ شهر به تنتنه‌های جشنی بخشیده به 31 سالگی استقلالیت دولتی ساکنان شهر وحدت جلوی تازه ضم نمود. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، وحدت اخبار.